بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما هستیم برای آموزش روش حفظ قرآن کریم. قبل از حفظ قرآن بهتر اینه که ما این دو مرحله رو انجام بدیم. مرحله اول مطالعه ترجمه و مفاهیم آیات هست. خب بعد از مرحله اول که مطالعه ترجمه و مفاهیم آیات بود، میریم سراغ مرحله دوم که گوش دادن به صوت آیات یا استماع آیات هست. برای اینکه مرحله استماع آیات به صورت اصولی پیش بره، ما باید این کار رو در 3 مرحله پیش ببریم. مرحله اول با دقت آیه مورد نظر رو گوش میدیم. عَمَّ یتساءلون. بسیار خوب، مرحله اول رو ما چند بار گوش میدیم؟ این بستگی به خود حافظ داره که این آیات و این کلمات چقدر براش سخت هست یا اینکه چقدر نیاز هست. یکی اینجا هست این هست که این گوش دادن به صوت هم کمک میکنه به ما که کلمات رو بدون اشتباه حفظ کنیم و هم این که به آموزش صوت و لحن کمک میکنه به مرور زمان که ما توی چارچوب ترتیل بخونیم انشاءالله. اما مرحله دوم همراه با صوت همخوانی میکنیم. ملاحظه بفرمایید. عَمَّ یتساءلون. مرحله سوم خودمون از رو میخونیم. عَمَّ یتساءلون. خب اینها مراحل استماع بود.